شدن، فرشته ها نقل نبات بردن، عطر گلاب و صلوات بردن، روی لبات گل دعا شکفته، خنده ما تو چشمه ها شکفته، یه جور دیگر حال و هوای عالم، خوشا به حال تو خوشا به حالم. حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عید طلسم قصه ها تو بشکن، حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عید طلسم قصه ها تو بشکن، عید طلسم قصه ها تو بشکن. حمید فولادی. از من خودم صدا دارم اینجا فکر کنم یه میکروفون مخفی به من وصل شده، درسته؟ حمید جان میکروفون دست خودت. خیلی ممنون، من چون وقت کمه خداحافظی میکنم، خدا نگهدارم. عجب صدایی داری پسر، خیلی عالی بود، مرسی ممنونم. عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد، عیدانه فراوان شد تا با چنین بادا، یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی، شکرانه یاران شد تا با چنین بادا. هر چقدر ممکن صدام به تو برسونم. ای عاشقان ای عاشقان، دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را گور مهمانی کنید. معشوق من بگشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش. بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را آغاز کن. مجنون آقا من که خواننده نیستم، حمید جان اینجا خیلی خوب خون. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بینندگان عزیز شبکه دو سلام، ممنون که تا این لحظه از شب همراه برنامه ما بودید. البته که میگم ما خیلی دوست داشتم از قدیم، وقتی که من تو بغل مادرم شیر و کیک میخوردم، آقای رسالت بوذری مجری بود و من همیشه آرزو داشتم یه روزی مثل ایشون مجری بشم. الان فرصتی خود شما، چقدر تیپ قشنگ شادومادی زدی، واقعا خیلی دوست دارم. به افتخار حسن ریوانی دست خوشگل بزنید. من افتخاری ندارم. مدت هاست که شما رو ندیدم، سلامت باشین، عید شما مبارک. اما همچنان کارهای خوب شما رو داریم می‌بینیم. باشیم مخلص شما این قربون تو برم. خوبین؟ چقدر بزرگ شدیم. آخرین بار به من گفتی من شبیه یوزارسیفم. البته از نوعی که شوخی تو سوزوندم. واقعا؟ آره. میدونی که حالا یوزارسیف رو قرار بود که بدن به رسالت نپذیرفت، چون که تو یک برنامه دیگه مثل که مشغول به کار شده بود. بعد به من پیشنهاد کردم، من پذیرفتم، اما ولی با در عمل جراحی چهره. نه در همون پلان اول زلیخا اسید پاش صورت من و اصلا اوشا نخندید عزیزان. اگر خودتون قیافتون این شکلی بود خوب بود واقعا که آدمای بی‌دلیل. حسن جان من از بچگی دوست داشتم مثل تو زیبا باشم. قربونت برم، گوله نمکی. منم میتونم ساعت‌ها وایسام با تو شوخی کنم، اما وقت نداریم. دوست دارم تو کار برای چی گفتی من بیام اینجا؟ تو گفتی میتونی مجری مطرح بشی. صاحبش اونجا وایساده. صاحبش کیه؟ نه اون خودش دنبال صاحبش میگرده. بشین یه دقیقه با هم صحبت کنیم اینجا. خب آقا رسالت، جا داره که دوستان بخوام در این ایامی که عید هست به افتخار باباهاشون دست قشنگ بزنن. همه حضار بینندگان توی خونم به افتخار باباهاشون دست بزنن، به خاطر اینکه من احساس میکنم در این دور زمان مردها مظلوم ترین موجودات عالم هستن. بله. اینو من بر اساس یک سند علمی برات میگم، به افتخار همه اون باباهایی که بله ببین مردا که اینجا هستن خودشون دارن به این موضوع صحه میذارن با دستایی که میزنن، به خاطر اینکه به افتخار اون باباهایی که شماره رمز کارت آبربانکشون شماره شناسنامه شونه، چون دیگه به آخر خط رسیدن نمیکشن چیزی حفظ کنن. والا شماره شناسنامه‌اش 11 است، میگه 2 تا 11 و خیال خودشو راحت میکنه. بیچاره مردها میدونی چه جوریه؟ مرد پسر وقتی که دنیا میاد همون در بعد به تولدش همه میگن حال مادرش خوبه، اصلا هیچ کس با بابا این بچه کاری نداره. این بچه بزرگ میشه، الان گفتم تیپ شادومادی زد اومده اینجا، بزرگ میشه شبیه داماد میشه، تیپ شبیه شما که خیلی شبیه تیپ شادوماداست. و در شب دومادی همه میگن چه عروس با کمالاتی، هیچ کس با داماد کاری نداره. و این میره این مرد پیر میشه
و میمیره. آخه. همه میگن بیچاره زنش بیوه شد. لذا من احساس میکنم مردها بسیار مظلوم هستن و بر اساس سند علمی برات توضیح دادم. در چرخه زندگی خیلی عجیبه که معکوس میچرخه. قوی ترین از ضعیف ترین میترسه. شما نگاه کنید، سوسک از موش میترسه، موش از گربه، گربه از سگ، سگ از مرد، مرد از زن، زن از سوسک. یعنی قوی ترین موجود از ضعیف ترین میترسه. به خاطر اینه که من احساس میکنم که مردها بسیار مظلوم هستن. مردای قدیم جذبه داشتن، هیبت و هیمنه داشتن. مرد قدیم شب میومد خونه به خانمش میگفت زن شام رو باردار بیار، گستاخی نکن. مردای امروزی رو نگاه میکنی میگه عزیزم امشب ظرفا با منه اصلا دیگه هیچ چیزی نم. مردای قدیم اینجوری جذبه داشتن. چایامون یخ کرد، بگو بیارن چای یخ کرده. یه روز رسالت رفت قهوه خونه، گفت داداش یه چای بیار ما بخوریم، خستگیمون در به خسته ایم. قهوه چیه؟ چای برای رسالت آورد. گفت داداش 2 تا چای، 2 تا خورد، 3 تا 30 تا 40 تا 50 تا چای قهوه چی؟ گفت خسته نشدی اینقدر چای خوردی؟ رسالت گفت قربون در یه چای دیگه همین خستگیمون در بره. اینقدر که چای میخوره. حالا چای ما یخ کرد اونجا اشکالی نداره. شما میدونستی آقای رسالت که میگن خانم ها مقدمن برای چیه؟ نه شما بفرمایید. این برمیگرده به زمان کلا تقدم با شما سلام. پارین سنگی و عصر حجر. ممکنه بگه آقا همچین چیزی وجود نداره. اون موقع فرهنگ و تمدن کجا بود که بگن خانم ها مقدمن، یا به قول خارجی ladies first. بله. اما این موضوع برمیگرده به اون زمان، به خاطر اینکه وقتی انسان‌های اولیه غار جدید رو کشف می‌کردن واسه زندگی و می‌خواستن برن اونجا سکنا بگزینن، اول اینا خانم‌ها رو می‌فرستادن داخل که اگر خرسی چیزی باشه اونا رو بخوره و اینا با خیال راحت برن تو غار بشینن واسه خودشون زندگی کنن. شب از این دنده اومدی یا من دوست خوبم آقای ساکی رو می‌بینم اینجا که مثل اینکه چهره ناماشنایی هست برای بینندگانی که این برنامه رو دنبال می‌کنن. ایشون در امر دامپروری هم بسیار موفق بودن. جدی الان برای چه خندیدین الکی؟ آخه سابقه داره. سابقه چی داره؟ مرد حسابی. من پروندهشو خوندم. مسعود ساکی پسر بسیار بسیار خوبی، از بچگی بزرگ شده، هیچ مشکلی نداره. از بچگی بزرگ شده. بله. ایشون دامپروری داشت و یه روز از عرضم به حضورتون که